گام های ماژور 3 تا همسایه اصلی دارن و 2 تا همسایه فرعی. ما میایم یه دونه گام رو مد نظر قرار میدیم و همسایه هاش رو پیدا میکنیم که راحت تر این موضوع رو درک کنید و باهاش آشنا بشید. یه دونه گام رو مبنا قرار میدیم. گام مبنامون این پایین می نویسیم. من دو ماژور رو مد نظر قرار میدم و همسایه هاش رو پیدا میکنم. خب پس گام اصلیمون که میخوایم همسایه هاشو پیدا بکنیم یا گام مبنامون دو ماژوره. خب حالا گام دو ماژور که گام مد نظر ماست یه دونه مینور نسبی داره. درسته؟ مینور نسبیش میشه همسایه اصلیش. پس یه دونه از همسایه های اصلی گام ماژور مینور نسبیشه. دو ماژور مینور نسبیش میشه لا مینور. پس همسایه اصلی گام دو ماژور میشه لا مینور. پس این یه دونه از همسایه های اصلی. حالا اگه از گام دو ماژور یه پنجم درست یا پرفکت بریم بالاتر، خب میرسیم به همسایش. پس گام ماژور ازش اگه یه پنجم بریم بالاتر یه دونه از همسایه های اصلی دیگهش پیدا میشه. خب اگه از دو ماژور یه دونه بریم یه پنجم درست بریم بالاتر میرسیم به سل ماژور. اگه یادتون باشه توی پیدا کردن بحث گام های ماژور پنجم میرفتیم بالا، گام های دی استار پیدا میشد و پنجم ازش میمدیم پایین تر، گام های بمولار پیدا میشد و یا ساخته میشد. پس یه دونه از همسایه های اصلی دیگه‌ش هم اینجوری پیدا کردیم. پس یه فاصله پنجم از گام مبنامون یا گام اصلیمون میریم بالاتر، یه دونه از همسایه‌هاش پیدا میشه. حالا از گام دو ماژور اگه یه فاصله پنجم بیایم پایین یه دونه دیگه از همسایه‌های اصلی پیدا میشه. من یه پنجم میام پایین تر میرسم به گام فا ماژور. پس از گام اصلیمون که دو ماژور بود، پس از گام اصلیمون و گام ماژورمون یه پنجم بریم بالاتر یه همسایه اصلی پیدا میشه. یه پنجم بیایم پایین تر از گام اصلی یه همسایه اصلی دیگه پیدا میشه و مینور نسبی گام اصلیمون. پس 3 تا همسایه به این شکل پیدا شدن. حالا بریم سراغ همسایه های فرعی. این گام ماژورهایی که پیدا کردیم هر کدومشون یه دونه مینور نسبی دارن. این مینور نسبی ها میشن همسایه های فرعی. الان سل ماژور مینور نسبیش میشه می مینور. درست شد؟ می مینور. می مینور چیه؟ می مینور همسایه فرعی دو ماژوره. حالا فا ماژور هم مینور نسبی داره. مینور نسبیش میشه همسایه فرعی دو ماژور. خب میشه ر مینور. مینور نسبی فا ماژور میشه ر مینور. فا ماژور یه دونه بمول داره توی گامش با این علامت نشون میدن. ر مینور هم با دی ام نشون میدن. پس ر مینور هم شد همسایه فرعی دو ماژور. من یه بار دیگه بهتون توضیح بدم. اگه از گام اصلیمون، گام مبنامون یه پنجم درست یا پرفکت بریم بالاتر یه دونه همسایه پیدا میشه. یه پنجم پرفکت یا درست بیایم پایین تر یه همسایه اصلی پیدا میشه
و مینور نسبی گام مبنامون که اینجا حالا گام مبنامون دو ماژوره و مینور نسبیش میشه لا مینور، اون هم جزء گام های اصلیه. پس 3 تا گام اصلی داره گام های ماژور. و ماژورهایی که پیدا کردیم هم ماژورهای همسایه‌ای که پیدا کردیم هم هر کدومش یه مینور نسبی داره. مینور نسبی های اینها میشن گام های فرعیمون، همسایه های فرعی گام مبنامون. خب دوستان، من یه توضیحاتی حالا بهتون بدم که بهترین موضوع رو درک بکنید. ما گام مبنامون دو ماژور بود اینجا دیگه، براتون بنویسمش. خب دوستان، گفتیم که اگه یه پنجم از این بریم بالاتر از گاممون، خب ببینید میرسیم به یه همسایه سول ماژور، پس شد همسایه اصلی. اگه یه چهارم هم بریم بالا، ببینید دوستان، ما یه پنجم از دو ماژور اومدیم پایین اینجا، درسته؟ دقت بکنید، رسیدیم به فا ماژور. بیایم اگه از اینجا یه پنجم بیایم پایین، از این دویی که اینجا داریم یه پنجم بیایم پایین، ببینید 1 2 3 4 5 پرفکت، میرسیم به نوت فا. خب ولی من میتونم چیکار بکنم؟ میتونم بیام از تونیک گامم یه چهارم برم جلوتر، پس یه چهارم برم جلوتر، دوباره میرسم به فا، پس میشه گام اصلیمون. ولی شما همون پنجم رو حفظ بکنید، یه پنجم بالاتر یه پنجم پایینتر، اینجوری راحت ترید. ولی این توضیح رو میدم که شاید اینجوری برای تو ذهن بعضیا بهتر بمونه. حالا اگه یه فاصله شیشم، ببینید 1 2 3 4 5 6 از گاممون بریم بالا، از تونیک گاممون بریم بالا، میرسیم به یه همسایه اصلی که مینور نسبی این گام هم بود. درست شد؟ ببینید این فواصل چهارم و پنجم پرفکت بودن و این فاصله ششم ماژور بود. حالا فاصله دوم اگه از اسم گاممون بریم بالاتر، دوم ماژور، میرسیم به یه همسایه فرعی. اینجا نگاه کنید، رسیم به ر دیگه، این مینوره، ببینید رسیم به ر، همسایه فرعی. پس اگه از تونیک گاممون یه فاصله دوم بزرگ بریم بالاتر یا دوم ماژور، میرسیم به یه همسایه فرعی. حالا اگه یه سوم ماژور هم بریم بالاتر، دوباره میرسیم به یه همسایه فرعی. ببینید اینور می مینور رو اینجا داشتیم دیگه، همسایه فرعی گاممون بود. من بنویسم اینو. خب یه روش اینجوری بود که این بالا بهتون گفتم از گام مبنامون یه پنجم بالاتر بریم، یه پنجم پایینتر و مینور نسبیش میشه همسایه اصلی. و این گام های ماژوری که پیدا کردیم، همسایه های گام دو ماژور یا همسایه های گام این ماژور مبنامون، یه 2 تا مینور نسبی دارن. این مینور نسبی ها هم میشن همسایه فرعی. اینجا هم یه مدل دیگه بهتون گفتم، اگه یه فاصله چهارم پرفکت، با یه رنگ دیگه نشون بدم، اگه یه فاصله چهارم پرفکت از تونیک بریم بالاتر، میرسیم به یه گام همسایه. اگه یه فاصله پنجم بریم بالاتر، میرسیم به یه دونه از همسایه ها. اگه یه شیشم بزرگ بریم بالاتر، من اینا رو هم پاک کنم براتون و فاصله ها رو بنویسم. این چهارم پرفکت، پنجم پرفکت و اینجا هم یه شیشم ماژور. خب اگه از
تونیک گام مبنامون یه فاصله 4 پرفکت بریم جلوتر، میرسیم به یه همسایه اصلی. یه 5 پرفکت بریم میرسیم به یه همسایه دیگه و یه 6 درست بریم میرسیم به مینور نسبی این گام مبنامون، گامی که مد نظرمون قرار دادیم. پس یه 6 ماژور برسیم میرسیم به مینورش که این هم جز همسایه های اصلی محسوب میشه. حالا برای پیدا کردن همسایه های فرعی از تونیک گاممون یه 2 ماژور و یه 3 ماژور میریم بالا، همسایه ها پیدا میشن. این هم پس یه روش دیگه ای برای این که بتونید همسایه ها رو پیدا بکنید.